زادروز زادروز زادروزت مبارک، زادروز زادروز زادروزت مبارک. تاجیکستان جسم و جانم ای وطن، مصرع‌های جاودانم ای وطن. نامی پاکت همچو درس زندگی، گشته و برگشته خوانم ای وطن. شهر من ای شهر مهرافزای من، پر بود از مهر تو دنیای من. تاجیکستان جسم و جانم ای وطن. با شکرگزاری از تاجیکستان صاحب استقلالمان، السلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند، دوستداران و مخلصان برنامه های تلویزیون سیما و یوتیوب کانال تیوی سیما. شادم که همه روزه برنامه های ما را پیگیری میکنید و با ما هستید. ما نیز تشکر و سپاس میگوییم از یکایک شما. مهمان کاشانه های پرفیض شما برنامه زادروز مبارک برای امروز. آن نفرانی که در این سنه جشن زادروزی دارند و یا دیگر سنه های فرح بخش حیاتی را جشن میگیرند، ما نیز به تبریکات و خرسندی هر یک شما هم شریک هستیم و شروع میکنیم به تمنیات امروزه. زادروزی نکوی عمر باد و تبریک، این یک زی هزاری عمر باد و تبریک. در اوج و برار بخت و طالع شما باد، این اوج و برار عمر باد و تبریک. با چنین بیت تبریکاتی باعث تبریکاتی و شادباشی است که در این سنه محمد جان پروین جشن زادروزی دارند. محمد جان دوسریک خاندان شما را با بهار 2 سالگی عمرتان تبریک و تهنیت میگویند. پدر جانتان پروین از شهر نوسیبیرسک فدراسیون روسیه و کلی پیوندان، نزدیکان، خویش و تباران صدقاً شادباش گفته برایتان میگویند. شاه پسر خاندان، جگربندی پدر محمد جان دوسریک 2 سالگی بهار عمرت را با یک جهان آرزوی امید تبریک گفته برایت سلامتی، عمری دراز بی خزان، طالع بلند و تمام خوشی های رنگین کودکی را آرزو نموده چنین میگوییم. پسرم، ارزیمن این است که در صحنه عمر خوش و خوشروز و خوش اقبال و خوشنده شوی. محمد جان، تو بختی مادری، تو بختیاری، پدر را تکیه‌گاه در روزگاری. زی تو داریم همه امیدواری، چون آمد در جهان شادی بیاری. زادروزی نکو مبارک باشد. محمد جان، 100 سال بیزی، 101 سال بیزی، خندیده و بالیده و خوشحال بیزی. مولود تو امروز به عالم تبریک، خوشحال به 100 سال و چو امسال بیزی. زادروز مبارک باشد. تمنا میکنم یک شخصیت بزرگ به وایه برسی و نامبردار والدین و اهل اولاد بگردی. زادروزی نکو مبارک باشد. و پدرشان دست به سما برداشته میگویند در فضای زندگی حملانه عقاب باش، در شبستان حیات همگونه مهتاب باش. در زمین پهلوی پدر با دلی بی بغض و کین، روشن و پاک و مصفا همچنان آب باش. زادروز مبارک باشد. محمد جان، آرزومندیم که شاه بیت غزل باشد. بخوان زندگانی بهتر از قند و عسل باشد. زادروزی نکو مبارک باشد. اینک برای بازم خوش و رنگین گذشتن این شام زادروزی ترانه از نام پدر جانتان تقدیم می گردد، پذیرا باشد. هر صبح تو را صفا رساند، هم دولتی به بها رساند. در روزی تولدت محمد جان 100 بار دیگر خدا رساند. با چنین بیت تبریکاتی محمد جان پروین شما را با بهار 2 سالگی عمرتان تبریک و تهنیت میگویند. بابایتان سلطان و اهل پیوندان، خویش و تباران
صدقاً شاد باش گفته برایتان تمام خوشی‌های رنگین کودکی را آرزو نموده بابایشان با صد نوازش و دلستاری میگویند امروز محمد جان ما جشن زادروزی دارد. او امروز به سن مبارک 2 سالگی قدم می‌نهد. به او تن صحت، خاطر جمع، سلامتی بردوام و عمر درازی با برکت می‌خواهم. خداوند همیشه نگهبانش باشد و به مقصد و آرزوهای نیکش برسد. نبیره زیبایم، نبیره دانایم، عمرت دراز بادا، رزقت فراز بادا، زادروزت مبارک. قند و اثر نبیره، کپک بغل نبیره، شیرین کلامی بابا، بیت و غزل نبیره. شیر و شکری بابا، جان و جگری بابا. زادروز مبارک باشد محمد جان دسرویک. محمد جان، هر کی باشی آدمی ارزنده باش، گل برین با چهره پرخنده باش. هر کی گیرد نامی نیکت بر زبان، بخت شو، اقبال شو، پاینده باش. زادروز مبارک باشد. باز هم ترانه دلنشین چون تحفه زادروزی منظورتان میگردد پذیرا باشد. На твой телефон пришло новое сообщение. Посмотри, вдруг там что-то важное. در جهان مثلی مادر کسی نیست با دل نزدیک. مادری نورانیم بی تو حیات را جا کنم. مادری نورانیم به تو حیات را جا کنم. زنده باش ای نوری درگاه، جنتی روی دنیا. زنده باش ای نوری درگاه، جنتی روی دنیا. کشایم مادرم جان و دلم. غم برارو دل کشایم مادرم جان و دلم. زنده باش ای نوری درگاه، جنتی روی دنیا. زنده باش ای نوری درگاه، جنتی روی دنیا. در جهان مثلی مادر کسی نیست با دل نزدیک. مادری نورانیم بی تو حیات را جا کنم. مادری نورانیم به تو حیات را جا کنم. زنده باش ای نوری درگاه، جنتی روی دنیا. زنده باش ای نوری درگاه، جنتی
روی دنیا. زنده باش ای نوری درگاه جنتی روی دنیا. زنده باش ای نوری درگاه جنتی روی دنیا. زنده باش ای نوری درگاه جنتی روی دنیا. زنده باش ای نوری درگاه جنتی روی دنیا. گلی زیبنده ایام زادروز، مبارک بادد این مولود این روز. نبینی در دو عالم در دو غم را، سعادت خواهمت هم بخت فیروز. با چنین بیت تبریکاتی باز هم شاه پسر خاندان محمد جان پروین را با بهار 2 سالگی عمرشان تبریک و تهنیت میگویند. بیبی جانشان از فدراسیون روسیه، صباحت و اهل خانواده، پیوندان، نزدیکان، خویش و اقربا صمیمانه شاد باش گفته برایشان تمام خوشی‌های رنگین و بی‌غش کودکانه را آرزو نموده چنین میگویند. نبیره دسترویک بیبی، زادروزت را از ضمیر قلب تبریک گفته از درگاه خداوند متعال طلب داریم که به درد و رنج به وایه برسی و نامبرداری اهل اولاد بگردی و به وطن عزیزمان خدمت نمایی. محمد جان که دائم تازه باش ای سروی آزاد، سرت سبز و رخت سرخ و دلت شاد. تمنا میکنیم با قلبی سرشار، شما را باد عمری خوش مددگار. زادروز مبارک باشد. محمد جان زیبست که تو عزیز و مهربانی، چون مغزی دانک شیرین زبانی. به سر وقتش دهی یاری به مادر، پدر را هم عجب راحت رسانی. واقعا بیبی جانشان میگویند فرزند دانه است و نبیره مغز دانه و امروز نبیره مغز دانه ما محمد جان زادروز دارند. ما خیلی شاد و مسرور از آنیم که امروز محمد جان ما 2 ساله شدند. 2 سالگی تو را بدیدیم شاد باش، 100 سالگی تو را ببینیم ای کاش. زادروز مبارک باشد. ترانه نوبتی چون تحفه زادروزی باز هم تقدیمتان بپذیرید. ای جانی من شه بچه‌ام، ارمانی من شه بچه‌ام. ای جانی من شه بچه‌ام، ارمانی من شه بچه‌ام. یا گوشه دنیای من دورونی من شه بچه‌ام. یا گوشه دنیای من دورونی من شه بچه‌ام. علت میگم علیا جونی باباش علیا. علت میگم علیا جونی باباش علیا. علت میگم علیا جونی داداش علیا. علت میگم علیا جونی داداش علیا. تاجی سرت از زر شود، هر مشکلت بهتر شود. تاجی سرت از زر شود، هر مشکلت بهتر شود. یاری تو شد دختر شود، علت میگم علیا. یاری تو شد دختر شود، علت میگم علیا.
علت میگم الله یا جونی داداش الله یا علت میگم الله یا جونی داداش الله یا پاکیت گل کاری کنم جامیت زرگاری کنم پاکیت گل کاری کنم جامیت زرگاری کنم خاری کنم زاری کنم تا بر تو غم خاری کنم خاری کنم زاری کنم تا بر تو غم خاری کنم علت میگم الله یا جونی باباش الله یا علت میگم الله یا جونی باباش الله یا جونی داداش الله یا جونی باباش الله یا جونی داداش الله یا جونی باباش الله یا ای چشمه عشق من خروشان باشی، ای ماهی محبتم درخشان باشی. در روزی تولدت دعای دارم، ای باغ سعادتم گل افشان باشی. با چنین بیت تبریکاتی محمد جون پروین شما را تبریک و تهنیت میگویند. مادر جون عزیز و مهربان، غمخوارتان، دردانه و کلی خویش و اقربا، پیوندان و نزدیکان، اهل عائله تبریک و شاد باش گفته برایتان سلامتی، عمری دروزی بی خزان، طالعی بلند و خوشی های بیغش کودکانه را تمنا نموده چنین میگویند. محمد جون مهربان، غمخوارکی مادر جان، نور و صفایی خانه دستیارکی دده جان. محمد جون زیبایک، زیبایک و دانایک، به مهر دل بگویم زادروز تو مبارک. محمد جون عزیزی مادر، زادروزت مبارک باشد. و مادر جانشان با صد آرزو و نیت های نیک میگویند پسر جانم سری بالای من باش، تو خود یک تایی و یک تایی من باش. نهادم نام تو نام پیامبر، به نام من شرف افزای من باش. سروری باغ سبزی عمر مادر، نهالی خوشبر و زیبای من باش. بس شبها برای تو نخفتم، مهی بیدار در شبهای من باش. برایت الله گفتم آب شد دل، بگیر آبی دلم سینای من باش. چو با روزی تو بودم زنده امروز، برای دیگران فردای من باش. پسر جانم محمد جون عزیز و یکتای مادر، زادروز مبارک باشد. اینک ترانه برای بازم خوش و رنگین گذشتن این سنه فرح بخش جشن زادروز محمد جان تقدیمتان میگردد، پذیرا باشد. نخندم تا نبینم چهره خندان مادر را، نخندم تا نبینم چهره خندان مادر را. بمیرم گر ببینم دیده ای گریان مادر را.
خدایا درد و رنج و غم چرا بر روا دیدی؟ ندارم طاقتی بشنیدنی افغان مادر را. مناجاتم ملیکی حق شنو دردم دوا بخشا. مناجاتم ملیکی حق شنو دردم دوا بخشا. کتابینم به چشمی خود همه درمان مادر را. کتابینم به چشمی خود همه درمان مادر را. صد فرشته گر نوای خواند از عشقومه بهتر از نامی خوش آهنگی تو نیست ای مادرم. صد فرشته گر نوای خواند از عشقومه بهتر از نامی خوش آهنگی تو نیست ای مادرم. عالمانی عالم از علم و هنر صحبت کنند حکمتی یک قصه فرهنگی تو نیست ای مادرم. عالمانی عالم از علم و هنر صحبت کنند حکمتی یک قصه فرهنگی تو نیست ای مادرم. ای تمنای صفای عشق و ایمان مادرم. من از دلارا مادرم خوشخانه و خان مادرم. از سرودی علت حافظ شدم تا در جهان با نوای شکرت باشم غزل خوان مادرم. با نوای شکرت باشم غزل خوان مادرم. روز و شب چون سرنوشته را ورق گردان کنم خود به خود چشمی دلم با دیدیم تر می شود. اون همه رنج و عذابی که کشیدی در حیات یک به یک گویم اگر گوشی فلک کر می شود. اون همه رنج و عذابی که کشیدی ای تمنای صفایی عشق و ایمان مادرم. من از دلارا مادرم خوشخانه و خان مادرم. از سرودی علت حافظ شدم تا در جهان با نوای شکرت باشم غزل خوان مادرم. با نوای شکرت باشم غزل خوان مادرم. صد فرشته گر نوای خواند از عشقومه بهتر از نامی خوش آهنگی تو نیست ای مادرم. عالمانی عالم از علم و هنر صحبت کنند حکمتی یک قصه فرهنگی تو نیست ای مادرم. مادری جانم محبت پرورم مونس و مهرآورم بخت آورم. مادری جانم محبت پرورم مونس و مهرآورم بخت آورم.
روزی زادروزی شما شایسته باد، خرمی و خوشدلی پیوسته باد. ارمغان ما در این روزی مراد، دسته دسته هدیه و گل دسته باد. زادروزی نکو بار دیگر مبارک و خجسته باشد برای آن نفرانی که در این سنه جشن زادروزی دارند. بینندگان عزیز، آرزو میکنیم که همواره در فضای خاندان شما شادی و سرور، بخت و سعادت و صداقت و وفاداری هویدا باشد. میدانید ابتدای همه چیز حکمت است. پس حکمت به دست آورید و با تمام دارایی خود بکوشید خیرت به دست آورید. پس لحظه های خرسندی بخش همیشه با حکمت های نیکش همسفر زندگیتان باشد. با چنین تمنیات های نیک بینندگان عزیز اینجا نکته می گذاریم به برنامه امروزه و امید می بندیم بازم برنامه های ما را پیگیری می کنید. به عنوان برنامه زادروز مبارک نامه و پیام می نویسید. امکان دارید بر رقم 92 704 10 15 توسط واتساپ مراجعت کنید. ما از همه گوشه و کنار تاجیکستان و بیرون از آن درخواست و تمنیات شما را قبول خواهیم کرد. با شما بودیم راوی برنامه من دلافروز حفیظ، تنظیمگر اسماعیل جان خالف. شاد و سلامت باشید. زادروزت مبارک، زادروزت مبارک.